غلبه چه اصطلاحی عزیز و پرقیمت است. عید ظفری که امروزها 77مین سالگرد آن قید کرده می شود، بر عوض جان سپرده قریب 30 میلیون شهیدان راه آزادی به دست آمده است. تجدید همه‌ساله جشن غلبه همچون عید عمومی خلقی نشان ارزگذاری به قهرمانی و عنعنه‌های پرشرف جنگی پدران شهرتمند است. راجع به این موضوع امروز در فاکولته تاریخ، حقوق و مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله اردکی با تشبث عبدالرحمن گلچهره، معلم کلان کافدرای تاریخ و متدیک تعلیم تاریخ فاکولته تاریخ، حقوق و مناسبت‌های بین‌المللی، میز مدور علمی فرهنگی در موضوع اهمیت عالمشمول تاریخی جنگ بزرگ وطنی بخشیده به 77مین سالگرد روز غلبه برگزار کرده. در این چاره‌بینی خالمرادزاده مهرافروز، نامزد علم‌های تاریخ، مدیر کافدرای تاریخ و متدیک تعلیم تاریخ، نظرزاده پیرعلی، نامزد علم‌های سیاست‌شناسی، دادسه، عبدالرحمن گلچهره، معلم کلان کافدرای تاریخ و متدیک تعلیم تاریخ، کریم‌آب اسرائیل، جانشین دکان عاید به تربیه فاکولته، شاهین‌آب حسن، معلم کلان کافدرای تاریخ و متدیک تعلیم تاریخ، نصیر خال، معلم کلان کافدرای مذکور، سفر خالمد، معلم کلان کافدرای تاریخ خلق تاجیک و دانشجویان اشتراک داشتند. نخست سخن افتتاحی را عبدالرحمن گلچهره آغاز نموده، همه اشتراکچیان را به این روز تبریک و تهنیت نمودند و قید کردند که سالهای جنگ بزرگ وطنی در ردیف شهروندان 15 کشور اتفاقی سابق اتحاد شوروی از تاجیکستان 150,000 ساکنان این مملکت آفتابی اختیاری به فرانت رفته برای تأمین غلبه به فاشیسم هیتلری جانبازی‌ها نمودند. از این مقدار بیش از 90,000 نفرشان جان خود را از دست داده برای دلاوری‌های بی‌نظیر 57 نفر فرستادگان تاجیکستان به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی سرفراز گردانده شدند. زیاد از 20,000 جنگاوران تاجیک سزاوار اردن و مدال‌ها گردیدند. سپس قربانووا فیلیمو، دانشجوی سال سوم فاکولته، در موضوع 9 می روز عید غلبه معروضه نمودند. بعداً از جانب دلربای قادر، دانشجوی سال چهارم فاکولته، شعر سروش استالینگراد مومی قناعت به طور زنده قرائت گردید و همچنین از جانب دانشجویان صحنه‌چه پرمضمون و محتوا به نام صحنه‌چه در فرانت پیشنهاد گردید. در فرجام دایر به برگزاری میز مدور آموزگاران ناصر خال، حسن شاهین، سفر خالمند و نظرزاده پیرعلی ابراز اندیشه نمودند و به تشکیل کننده این واقعه اظهار منتداری بیان کرده بهای بلند دادند. ایسی وطن پرستی مو، ایسی دوست داشتنی وطن، ایسی دوست داشتنی مادر.